با افتخار این نوبت هم خدمت استاد عزیزم حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای هدایت عزیز و نازنین هستم و از این بابت هم خیلی خوشحالم. آقا سلام، خیر مقدم. سلام خدمت شما همه عزیزانم. قبول باشه همه عباداتتون. ماه رجب به نیمه رسید و انقدر آقای قوامی عزیز جوانا با شور و عشق توی این برنامه اعتکاف شرکت میکنن که آدم واقعا لذت میبره. اصلا من میگم الان اعتکاف برنامه جوونا شده. مجموعه عزیزان دانشجوی خودم، مجموعه طلبه ها، مجموعه کاسب ها، همه قشری توی این برنامه اعتکاف حضور دارن. چقدر جذابیت داره. بیاید واقعا الان که لحظات پایان اعتکاف هستش، تازه خیلی از عزیزان وارد منزلشون شدن، دست به دعا برداریم خدا باران رحمتش رو بر ما نازل بکنه. الهی. و همچنین انشاءالله مردم عزیز ما توی این ایام آماده بتونن بشن برای ضیافت خداوند متعال، یعنی ماه مبارک رمضان. و انشاءالله میخوام آخرین آرزومو بگم سریع، انشاءالله 23 رمضان امسال ما اون ندای آسمانی انالمهدی رو بشنویم و انشاءالله آماده ظهور حضرت باشیم. الهی آمین. الهی آمین. به برکت دعای خیرتون انشاءالله و به برکت کارهای قشنگی که مؤمنین توی این روزها و شبها انجام میدن. ما بحث اون امام یاوریه، همین کارها کمک میکنه برای اینکه ما بتونیم جزو یاوران خوب امامانمون باشیم، باشیم، زمینه سازی ظهورشون بکنیم و انشاءالله خیلی زود برسیم به اونجایی که فرمودین و همین ماه رمضان انشاءالله اون در واقع اتفاق مبارک بیفته. خیلی خوب. عرضم حضور شما که از حج صلاح میدونین شروع بفرمایید. بس من صلاح میدونم چون امشب شام وفات حضرت زینب سلام الله علیها هست، فرمانده امام یاوران ابا عبدالله الحسین بعد از کربلا. میخوام یه اشاره‌ای بکنم بعد وارد بحثم بشم اگر اجازه بدین. عزاداریاتون هم قبول باشه. عزیزانی که دارین الان ما رو تماشا میکنید، حقیقتاً عزای حضرت زینب سلام الله علیها ما رو یه دور میبره تو کربلا، ما رو یه دور میبره شام، ما رو یه دور میبره پیش همه مصیبت‌های اهل بیت علیهم السلام. زینب زینت پدر. دو تا معنا برای زینب گفتن. شجرتون حسنت المنظر، یه درخت زیبایی که زیباییش رو همه احساس میکنن، و دیگری زینب یعنی زینت پدر. هر دو معناش واقعا مناسب این شخصیته. حضرت زینب سلام الله علیها نهایت حسن بودن. یادتون هست این موقع یه روایتی رو با هم کار کردیم که لو کان الحسن هیئتا لکانت فاطمه. اگر همه زیبایی های عالم یه جا جمع میشد فاطمه زهرا. به حضرت زینب میگن فاطمه الصغرا، یعنی نایبت الزهرا، یعنی همه اون خصوصیات حضرت زهرا تو ایشون جمع شده است. حسن هم به این معناست که جهان چون خط و خال و زلف و ابروست که هر چیزی به جای خیش نیکوست. حضرت زینب سلام الله علیها به جای خیش فریاد زدن، به جای خیش تکبر ورزیدن در کاخ ابن زیاد، به جای خیش در شدت تواضع بودن جلوی حضرت ابا عبدالله الحسین، به جای خیش در شدت مدیریت بودن توی اون کوران حوادث بعد کربلا، همه رو سرپرستی کردن. یه شخصیتی که تو سر جای خودش بهترین رفتار رو انجام داد. زینت پدر هم برادر یعنی این. ببین امیر المؤمنین اسم الله هستند. السلام علی اسم الله الرضی در زیارتنامه حضرت امیر میخونیم. همه زیبایی خدا در امیر المؤمنین جمع شده. مثال الهی، آینه تمام نمای خداوند متعال، کمالات خدا رو نشون میده. حالا اگر کسی بخواد زیبایی رو از زاویه زیبایی امیرالمؤمنین رو تماشا بکنه، یه آینه باید دستش بگیره و میشه آینه زینب کبری. اصلا آمده تصویر بکنه زیبایی های پدر رو. اگر حضرت امیر بیان هستن، ما فقط توی کوفه باید بشینیم پای خطبه زیبای حضرت زینب سلام الله علیها. اینقدر زیبا خطبه خوندن که همه گفتن علی دوباره زنده شد، صدای امیرالمؤمنین بلند شد. بذارین همین کلمه بهبهی که میگید همینجور ادامه بدیم. این صفات زیبای حضرت زینب رو یک بار با هم مرور بکنیم. آی عزیزانی که دارین صدای منو میشنوید، آی خواهرای عزیزم،
به خدا قسم بهترین الگو زینب کبراست. من میدونم دهه 80 ما 90 ما واقعا جستجو میکنن نسبت به زیبایی، واقعا یه گرایش به زیبایی دارن. فضای مجازی دعوتشون میکنه به این که برید سراغ زیباترین ها. تقصیر ما بود که زیبایی از زینب رو تصویر نکردیم. آره. حواسمون نبود زینت پدر یعنی چی. حواسمون نبود تمام زیبایی امیرالمؤمنین رو بخوایم تماشا بکنیم یک آینه بیشتر نیست، اونم زینب کبراست. باید اینجا نگاهش بکنیم. زلیخا وقتی میخواست برای حضرت یوسف هدیه ببره چی برد؟ یه آینه برد. گفتش که یوسف بهتر از خودت تو عالم دیگه نیست. در او هر چه بگفتند از کم و بیش نشانی داده اند از دیده خویش. من چی بگم راجع به تو؟ من چی برای تو بیارم که بهتر از خودت باشه؟ خودتو آوردم، یه آینه آورد. برای امیرالمؤمنین هیچ چیزی بالاتر از این نیستش که یه آینه ببریم خودشو نشون بدی. اون میشه زینب کبرا سلام الله علیها. ای جانم زینب. آی دخترای عزیزم، شیعیان خوبم، میخواید برای دل امیرالمؤمنین رو شاد بکنین. خود حضرت فرمودن تو نهج البلاغه اعینونی به ورع و اجتهاد و عفت و سداد. 4 تا کار بکنید منو خوشحال میکنید. یکی تلاش و کوشش بکنید، یکی کاراتون رو خوب و محکم انجام بدید، یکی اهل عفت باشید، پاک دامنی، یکی هم ورع داشته باشید. یعنی هر کاری میخواید بکنید ترمز بگیرید. ببینید من علی چی میخوام، ببینید امام زمان چی میخواد. حالا واقعا همه این خصوصیات تو از زینب هست. همه این خصوصیات. ولیت الله العظمی، ولی خداست، بهترین بنده خداست. خدا هم بهش قدرتایی داده. وقتی میخواد توی کوفه صحبت بکنه 10,000 نفر جمع شدن سر و صدا بکنن، نذارن حضرت زینب صداش به عالم برسه. کربلا در کربلا میماند اگر زینب نبود. 3 روز از رفتن امام حسین تو گودی قتلگاه گذشته. دشمن میخواد روایتگری بکنه، این فضا رو به نفع خودش تمام بکنه. میدونید، ببخشید من عذر میخوام، امام حسین رو دفن نکردن تا دشمن فریاد بزنه ما خارجی، معذرت میخوام، غیر مسلمان رو دفن نمیکنیم. درست شد؟ حالا یه زینب کبرایی میاد 3 روز بعد از این واقعه توی کوفه فریاد میزنه ایکبدن لرسول الله فریتم. میدونین چه جگری از پیغمبر پاره کردید؟ عزیز فاطمه رو شما به شهادت رسوندید، نوه پیغمبر رو به شهادت رسوندید. همه روایت ها رفت تو آب، نابود شد. قد اشارت الی الناس، وقتی مردم سر و صدا کردن یه اشاره کرد. حضرت زینب لحوف نقل میکنه، معتبره. به انصتو، ساکت. فرتدت الانفاس، نفسا بند اومد. و سکنت الاجراس، این زنگا همه از کار افتاد. ولیت الله العظمی، آی فدای این قدرت بشم. قدرت خدا رو نشون داد. الراضیت بالقدر والقضا، تا کاملا تسلیم بود. ما رأیت الا جمیلا، هر آنچه خسرو کند شیرین بود. هرچی تو انجام بدی خوبه. راضی بود، راضی بود. همین الان میگه خدایا اون چیزی که تو کردی خوب بود، من راضی هستم. امینت الله، محبوبت المصطفى. یه کتابی هست معرفی بکنم آقای سید محمد کاظم قزوینی، از زینب من المهد الی اللحد، از گهواره تا گور. از زینب رو معرفی میکنه تا اون قبر شریفش در دمشق که حاج قاسما فداش شدن. درست شد؟ اینجا زینب رو اینجوری معرفی میکنه. بعد اونجا عشق حضرت پیغمبر به از زینب رو بیان میکنه. قرة عین المرتضی، نور چشم امیرالمؤمنین، نائبة الزهرا، الصدیقة الصغری، شقیقة الحسن المجتبی، شریکة الحسین سید الشهدا، الزاهده الفاضله الکامله العالمه العابده القانته المحدثه. ای جانم. ابن ابوالحدید نقل میکنه 3 سالش بود، همراه مادرش فاطمه زهرا رفت برای مسجد. اونجا توی مسجد نشست، مادرش رو گزارش کرد، حدیث کرد. ابن عباس نقل میکنه حدثتنی عقیلتنا زینب بنت علی، خطبه فاطمه زهرا فدک رو عقیله ما، عاقله ما، دختر کوچک 3-4 سالشه، اما این خطبه رو یک دختره که عقل بنی هاشمه برای ما نقل کرد.
ای جان. محدثه. لذا از القابشون همین موضوع هست که حضرت زینب العاقله، عقیلة حیدر، عقیلة قریش، عقیلة بنی هاشم، العالمه غیر معلمه، الفهمه غیر مفهمه. هیچ کسی نبود بهشون درس بده. امام سجاد قسم یاد کردن، شهادت دادن، یا امت اسکتی ففی الباقی من الماضی اعتبار و انت بحمد الله عالمة غیر معلمه. عمه جان، شما علم مطلقی، شما خزان علم امیرالمؤمنینی، معدن علم پدرت امیرالمؤمنین هستی. عمه جان، آنچه که باید میگفتی گفتی. تو امام بیان هستی، تو امیر بیان هستی. فداشون بشم زینب کبری. جانم زینب. آیه قوامی دارم اینا رو میگم، پر میکشم خدمت مادرمون، خدمت عمه جان امام زمان علیه السلام. بذارین همین یه دونه روایت رو بخونم دیگه عرضم تمام. خدا کنه ما روز قیامت مداح حضرت زینب قرار بدن، الهی آمین. راوی حضرت زینب قرار بدن. و ادخل عیال الحسین علی ابن زیاد. میخوام بگم عاقله یعنی چه؟ چرا بهشون میگفتن عقیله؟ از کودکی اسرا رو وارد بر کاخ ابن زیاد کردن. فدخلت زینب و اخت الحسین، خواهر امام حسین وارد شد. متنکرتن، دو تا نسخه هست. یکی متنکرتن یعنی انکار کرد، یه جوری وارد شد اصلا این دم و دستگاه و این بارگاه براش اهمیتی نداشت، نگاه هم نکرد، ذره ای ترس به دلش راه نداد. یه عبارت دیگه داره که متکبرتن، یعنی با نهایت غرور وارد شد. از صفات خوب زن در برابر نامحرم اینه که با تکبر وارد بشه. فمزد حتی جلست ناحیتا من القصر. یه گوشه‌ای برای خودش جایی رو پیدا کردن حضرت و نشستن با جلال و جبروت. خانوم ها همراه ایشون نشستن، دور ایشون رو گرفتن. ابن زیاد تعجب کرد، گفت من هذه المتکبره. کی بود اومد؟ ما قرار بود اسرا بیاد، قرار نبود یه نفر با این همه جلال و جبروت بیاد. زینب کبری جوابی نداد. همه خانوم ها ساکت شدن به احترام حضرت زینب. بار دوم، بار سوم یه خانومی بلند شد، گفت هذه زینب بنت علی ای جانم، بنت فاطمه الزهرا. این زینب دختر امیرالمؤمنین، دختر فاطمه زهراست. تا این جمله رو ابن زیاد شنید، قال لها الحمدلله الذی فضحکم. میدونید این نامردها دنبال این بودن که جبرگرایی رو ترویج بکنن، یعنی خداوند متعال این بلا رو سر شما آورد، تقصیر ما نبود، این کار خدا بود، دست خدا بود. و قتلکم، شما رو کشت. بعد حضرت زینب فرمودن الحمدلله الذی اکرمنا بنبیه محمد. ببین اون گفت الحمدلله، حضرت زینب فرمودن الحمدلله، ولی یه زاویه دیگه، خدا به ما کرامت داد، پیغمبر از ماست. پدر تو کیه؟ ابو سفیان ابن زیاد. شما کی هستین؟ خانوادتون کیه؟ اون یزید که پسر معاویه، پسر ابو سفیان، تو پسر زیاد، شما کی هستید؟ ما فرزند پیغمبر اکرم هستیم. و طهرنا من الرجس، شما چقدر جنایت کردید، ما در نهایت طهارت هستیم. و انما یفتضح الفاسق، کی مفتضح میشه؟ اونی که گناه میکنه، اونی که ظلم میکنه، دست ظالم بالاخره رو میشه. و یکذب الفاجر، دروغگو شما هستید. و هو غیرنا والحمدلله. فقال ابن زیاد، دوباره ابن زیاد حمله کرد، کیف رأیت صنع الله به اخیک، ببین خدا چه بلایی سر برادر شما آورد. همونجا فقالت ما رأیت الا جمیلا، هر آنچه خسرو کند شیرین بود. خسروی ما آنچه که توی عالم رقم زد به نفع پیغمبر اکرم و جبهه مؤمنین بود. ما پیروز شدیم. خود حضرت زینب سر امام سجاد رو عصر روز 11 به سینه گرفتن، فرمودن فرزند برادرم نباشه ناراحت باشی. گنبد و بارگاهی اینجا ایجاد میشه، زائران زیادی در طول تاریخ از همین جنازه پدرت که اینجا افتاده بهره مند میشن و ما تمدن ساز خواهیم شد. تموم نداره ولی من باشه تمومه. خیلی خیلی خوب بود، دست شما در نکنه، کیفی کردیم. فدای شما. روزی شد شام وفات شهادت خونه حضرت زینب کبری سلام الله علیها، خیلی استفاده کردیم.
سلام و صلوات خدا بر وجود نازنین عالمه غیر معلمه، فهیمه غیر مفهمه، کعبة الرضایا، پیامبر عاشورا، جبل الصبر، ام المصائب، خواهر نازنین ارباب بی کفنمون حضرت زینب کبرا سلام الله علیها. آقا ما در خدمتیم از هر جایی که سلام میدیم. خواهش میکنم. یه جمله رو ما جلسات گذشته خیلی تکرار کردیم، خب که اگر انبیاء الهی برای ما برنامه دین رو میارن، فقط حرف نمیزنن، فقط بیان نمیکنن، ماکتش هم میدن. ماکتش هم میدن. باریکلا. گفتیم دقیقاً مثل نقشه، مثلا یه مهندسی که میگه که اول تبیین میکنه نقشه خودشو، آره. همه زوایای نقشه خودشو بیان میکنه، بعد میگه بیا ببین. اینم گفتیم این بیا ببین میشه حکومت. درست. خداوند متعال ما رو خلق کرده، تنها حاکم بر ما خداوند متعاله. دست حکومت الهی میشه همه انبیا. 124,000 پیغمبر غیر از اینکه بیان میکردن احکام الهی رو، نمونه یک جامعه‌ای که این احکام اون جامعه رو میسازن به ما نشون دادن. آره. همه انبیا به یه نحوی دنبال این صحنه بودن. البته بعضی از انبیا تونستن اون جامعه رو نشون بدن، بعضی از انبیا هم این حاکمان طاغوت و باطل که قبلا توضیح دادم اجازه بهشون نداد. شما اصلا نگاه کنید حضرت موسی که توی قرآن حدود 120 بار اسم حضرت موسی اومده تو 28 تا سوره. واقعا یکی از خصوصیات حضرت موسی اون تمدن سازیش بود. خداوند متعال حتی شکل تمدنش هم بیان میکنه. خدا میفرماید که و اوحینا الی موسی و اخیه ان تبوأ لقومکما بمصر، بله لقومکما بمصر بیوتا. شما در اون شهر بیایید خانه هایی رو برای مردم قرار بدید، شکل خانه‌تون هم باید اینجوری باشه. وجعلوا بیوتکم قبلةً. قبلةً مصدر نوعیه مثل جلستن، یعنی شکل نشستن. شکل خانه ها متقابلتاً باشه، خونه ها رو کنار هم و روبروی هم بسازید. درست. خب بنی اسرائیل حسابی تحت فرمان فرعون بودن، حسابی جمعیتشون پراکنده شد، به هم ریخته شده بودن. حالا یه دفعه اومد یه فضای تمدن و شهرسازی اسلامی ایجاد شد، حالا طبق دین حضرت موسی ایجاد شد، خانه ها روبروی همدیگه، اون وحدت داره ایجاد میشه. عزیزان بخوان مراجعه بکنن جلد 8 تفسیر نمونه صفحه 370 ایشون می‌فرماید که حسابی این امت به صورت یه دست واحد شدن. هست آیت الله مکارم توضیح میدن. خب بعد خداوند متعال گفت نه دیگه اصلا اینجام نمیخواد باشید، برگردید توی فضای شامات، شام قدیم که همین شامل فلسطین و سوریه فعلی و اینها میشه، تو اون منطقه یک تمدن عظیمی رو بنا بکنید. منطقه اریحا. خدا در سوره مائده میفرماید یا قوم ادخلوا الارض المقدسة التي کتب الله لكم. وارد اون زمین مقدس بشید که الان مسجد الاقصی هستش. و خداوند متعال میدونید خب حضرت موسی وقتی وارد ارض مقدس شدن چند ماه بعد یا یه مدت کمی خودشون از دنیا رفتن، ولی تمدنش ادامه پیدا کرد. حضرت کالب ابن یوفنا یا یوحنا، در روایات ما یوحنا هست اما تلفظ عبریش یوفناست. میدونید ایشون شبیه حضرت یوسف بودن، زیبا بودن. و جالب اینجاست شبیه حضرت یوسف که ایشون فرمودن که رب السجن احب الی مما یدعوننی، رب السجن احب الی مما تدعوننی، خدایا این خلاصه زندان برای من بهتر از آن چیزی است که زنها دعوت میکنن. و آخر سرم افتاد زندان. حضرت کالب هم به خدا گفتش که خدا این زیبایی رو از من بگیر، خیلی خانم ها خلاصه برای ما مشکلات ایجاد میکنن، زیباییش گرفته شد. ولی اهل بیت به ما چی گفتن؟ گفتن که هیچ وقت از خدا بد نخواهید، نگید منو بذار زندان، بگین الهی لا تعذبنی به عقوبتک، رب العافیت احب الیه، خدایا تو عافیت من رو نجات بده، با عافیت من رو نجات بده. حالا اینا درسایی که اهل بیت از فضای انبیاء گذشته به ما یاد دادن. خلاصش جمع و جورش همون ربنا آتنا فی الدنیا حسنه. هیچ وقت نگیم که مثلا زیبایی رو از من بگی تا من نجات پیدا بکنم از دست مثلا حالا بعضی از خانم هایی که دارن حیله میکنن. بگذاریم. خب اینها اومدن اون تمدن رو ادامه دادن. حضرت یوشع و رسید به داوود و سلیمان. اونها واقعا دیگه یه حکومت عظیم، یه تمدن عظیمی رو ایجاد کردن.
من میخوام همه اینا رو بگم که اگر اهل بیت علیهم السلام دائما مبارزه میکردن، دنبال ایجاد همون تمدن بودن. امروز انقلاب اسلامی ما در مسیر همون تمدن سازیه. ما اگه بفهمیم گذشتمون چی بوده، انبیای گذشته دنبال چی بودن و بعد انحرافاتی باعث شد که ما اون تمدن‌های عالی رو از دست بدیم و دوباره بعد برگردیم به همون تمدن‌ها. حتی از اون بالاتر میشه دولت کریمه امام زمان علیه السلام. مثلا من چند تا آیه قرآن رو بخونم شما یه مقدار آشنا بشین با فضای تمدنی حضرت سلیمان. و تفقدت طیر، ببین چه تمدنی بوده که یک هدهد اون نقش خودش رو ایفا نمی‌کنه، یه دفعه حضرت سلیمان متوجه شد، گفت هدهد کجاست؟ هدهد چه نقشی رو ایفا می‌کرد؟ هدهد تو روایت داره حضرت امام صادق فرمودن. چرا حضرت سلیمان گفتش که هدهد کجاست؟ امام صادق علیه السلام فرمودن فهو یرل ما فی بطن الارض، توی دل زمین آب رو متوجه میشد و در واقع آبیاب بود، آب رو متوجه میشد کجاست و اونجا آب رو استخراج میکردن. حالا این سر پستش الان نیست، چه تمدنیه که از همه استعدادهای انس و جن و پرنده و اینا دارن استفاده میکنن. گفتن کجاست؟ که خود هدهد میگه که وای الان حضرت سلیمان میخواد عبادت بکنه و اون نیاز به آب داره و اگر من سر جای خودم نباشم اون دنبال من میگرده. و هدهد خودش این میفهمه که یه جایگاه داره توی این تمدن. کلا تو ادبیات دینی مرغ راهنماست. دقیقاً، احسن. حالا اگر میخواین عزیزانم چون میکنن توی کتاب‌های لغت به عنوان آب شناس یا مساح هم میگن. خدمتتون عرضم که بعد گفتش که لأعذبنه عذابا شدیدا. حالا اگر او نگه که چرا سر پستش نبوده، سر مسئولیتش نبوده، عذابش میکنه. بلافاصله هدهد سر جای خودش حاضر شد. امام صادق علیه السلام فرمودند که یکی از امتحانهای حضرت سلیمان هم همین بود که وقتی هدهد حاضر شد فلما قرب الهدهد رفع رأسه، این بال خودش رو گستراند، نشانه تواضع. و بعد به سلیمان گفتش که سلیمان از من بگذر تا خدا ازت بگذره. همونجور که من الان محضر تو هستم و تو قدرت داری، یه روز تو هم محضر خدا میشی و او هم قدرت داره تو رو عذابت بکنه. از من بگذر تا خدا ازت بگذره. ارحم ترحم. و همین اتفاق افتاد. بعد حالا من چند تا شاخصه از این تمدن براتون بگم، حالا دیگه نشد دیگه برای جلسه بعد هدهد گفتش که من یه چیزی میدونم که توی سلیمان هم نمیدونی. این نشون میده یک کسی توی قدرت عظیم باشه به عنوان یک مسئول تمدن اسلامی، میاد به حرف یکی از کوچکترین اجزای این تمدن کاملا گوش میده، سریع ردش نمیکنه و از همه اجزای تمدن خودش اخبار رو کسب میکنه، اعتمادم میکنه. من برای تو و جئتو که من سبع بنبع یقین، از منطقه سبا یک خبر واقعی آوردم. خب حضرت سلیمان میفرماید که تحقیق بکنید و خبرش رو میپذیره و بعدش حضرت سلیمان نامه ای میفرسته. این توی این تمدن اینجوریه که این خلاصه متوجه میشه که یه قدرت دیگری هم هست، سریع لشکرکشی نمیکنه. اول نامه مینویسه و بیان میکنه که ما فرصت به شما میدیم تا شما هم تحقیق بکنید و ببینید حق چیه باطل چیه. اگر بخواید سرکشی بکنید جنگ اتفاق پیش میاد. خیلی جالبه، همین خلاصه نکات توی اینجا مطرح میشه. اگر فرصت نداریم من ادامهش رو کاملا تموم شده. من ادامهش رو بگم ماجرای حضرت سلیمان رو بذار